دقت کردید یکی از بهترین خنده‌دارترین نکات جالب این سیرک آخونده اینه که هر کسی هر کجایی رو که گم زده با همون شعار اومده تو این انتخابات شرکت کرده. مثلا طرف ته خزانه رو جارو زده، همه پولا رو برده، امروز اومده که اصلاحات اقتصادی بکنه. اون یکی قاتل تیغکش که معلومه چندین هزار نفر رو چطوری سربنیست کرده، اومده که عدالت رو اجرا بکنه. فقط مونده محسن رضایی با شعار فتح قدس از راه کربلا وارد بشه. از همه خنده‌دارتر خود رئیسیه که اومده با فساد مبارزه بکنه. آخه حاجی، تو تا دیروز تو مشهد با پدرزنجان مشتی علم الهدی به اسم آستان قدس رضوی آخر فساد مالی بودی، بعد الان اومدی که با فساد مالی مبارزه کنید. یعنی واقعا شک نکنید این رئیسی اگه هر جای دنیا بره بگه که من از بالاترین مقام قضایی استعفا دادم اومدم رئیس جمهور بشم که با فساد مبارزه بکنم، اگه تو ژاپن باشه درجا پهنش میکنن رو تخت، مخشو وا میکنن ببینن چی تو این مخه. تو اروپا باشه ازش تست الکل میگیرن یا تست هوش، ببین اصلا یارو حالش خوبه یا نه. و البته تو ایران هم وقتی که به مردم همچین چیزی گفت، مردم یه جواب بیشتر بهش ندادن، اونم گفتن بی خودتی. میگن از دفتر رئیسی سوال کردن که ایشون که دیگه نور چشمی عظماست، ایشون برای چی باید ثبت نام میکرد برای انتخابات؟ و گفتن که ایشون به دلیل اینکه آقای رئیسی بسیار آدم سنتی هستن و پایبندن بر اصول سنتیشون، گفتن خیلی زشته که بدون اینکه اسم‌نویسی کنن انتخاب بشن، به همین دلیل اسم‌نویسی هم کردن. و در آخر اجازه بدید که 2 جمله از وصیت‌نامه محسن رضایی رو براتون بخونم. ورثه گرامی، بنده 2 فقره انتخابات ریاست جمهوری قضا دارم. لطفاً بعد از من به کسی پول بدهید تا در این انتخابات شرکت کند.